زمین در ساز هستی جلوه ها کرد. زمین در ساز هستی جلوه ها کرد. حیاتی پرنشاط ابتدا کرد. زمان بحری تو پردازی دیگر داد. نهادی دیگر را غازی دیگر داد. السلام علیکم همدیاران عزیز، بینندگان محترم. برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی ایدانه شام سمرقند را به دقت شما حواله میکنیم. امروز در سرتاسر کشور پهناور ما، سرزمین آباد و زیبای ما ازبکستان صاحب استقلال، جشن 21 سالگی مستقلی وطن را تجلیل دارند. تمام آرزو و آمال نیک، سعی و کوشش های مردم ما با غایه های ناتکرار استقلال هماهنگ می باشد. به این هر یک انسانی که ساکن سرزمین سخاوتمند ما می باشد بار دیگر اعتماد حاصل می کند. محض برای همین هم ما این جشن درخشان زیبای وطن را به صبرانه انتظاری می کشیم. سعی می کنیم که احساس و خوشنودی های نیک و به حدود خود را آشکار کنیم. اینک با ما باشد، برنامه ما آغاز گردید. روندهای بازسازی که در مملکت تطبیق می‌گردند شهادت امکانیت‌های بزرگ سازندگی مردم ما می‌باشند که به 10 ساله سیوم استقلالیت خود قدم می‌گذارد. آنها نشان موفقیت‌های ما در جبهه‌های اقتصادی، اجتماعی و معنوی، شجاعت و ثبات رهبری دولت ما می‌باشد که خلق ازبکستان را بنابر راه انتخاب نموده استقلالیت و انکشاف با قطعیت پیش می‌برد. آدمزاد با شعور پیدا شدن یک چیز را آرزو کرده آمیده است. این بختناک زندگانی میکردگی جمعیتی فراوان آرزو کرده است. برای انسان بختناک شدنش و آزاد شدنش در کار. برای آزاد شدن اول مستقل شدنش در کار. همین مستقلی استقلالیت برای خلق ازبکستان آزاد شدن امکانیتش، بختناک شدن امکانیتش داد. برای انسان بختناک شدن است در جمعیت ترتیب اجتماعی شدن در کار، ترتیب عدالتناک شدن در کار. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف هم کتاب ازبکستان در آستانه مستقلی کتابشون به همین سوالا ماندگی چه خیلی کنیم که ازبکستان با ترتیب میشد. این سوال جواب باشه بعد از 20 سال 2010 سال 27 ینور و 12 نوامبر با مجلسی یک جای با معروض کرده همین سوال جواب شده داد. جواب هم خیلی شد که برای ترتیب شدن است نظارت مکمل در کار. در مملکت ما شکل دموکراسی پیدا شد. برای نظارت این دموکراسی گفتگیش. چون ما دموکراسی گفتم دو چیز رو فهمیدن در کار. یکمش که خلق حاکمیت با تشکیل آورده میتواند یا که تشکیل مییابد حاکمیت. دومش که خلق حاکمیت نظارت میکنه. اساسی موفقیت از همین عبارت که مهم به آن دموکراسی شکلش پیدا شد، اساس حقوقی پیدا شد. اکنون در همین اساس مهم در شعور آدمان مدنی، سیاسی مدنیت، حقوقی مدنیت در آدم در کار و قلبش معنویت. برای همین برای آدمان نظارت به اشتراک کردنشون و یا به معنویت هم شدن در کار. من حاضر مملکت مهم با معنویت با این تربیت با اعتبار بده کلان. من فکر میکنم که من اکنون اساسا من همین جریان مهم با هم خیلی یک اولاد جوانان پیدا میشود که اینو من همین مکانیزم کار میداره رو. شرط مهم بختناک شدن آدمان. برای بختناک شدن آزاد شدن در کار بود، بعد آزاد ترتیب شدن در کار، برای ترتیب نظارت. همین جمعیت ساختن، بختناک شدن، خلق ما نصیب شود. مستقلیک مستحکم باشد. چون کتام با ما مستقل شدیم کتگیش این شد کتگیش نه. مستقلیک دست به گرفتن مرکب و یا مستحکم کردن عین مرکب تر. مستقلیک ما مستحکم شود. مستقلیک با بی‌فرق نشوید. آدم زود چی با بی‌پروا چی با لاقیت باشد همون از دستش میتید. مستقلیک احتیاط کن در کار.
این بود که هنوز از آغاز رسیدن به مستقلی در اینسپکسیای اداره حفظ و استفاده یادگاری‌های تاریخی سمرقند کارهای عظیمی تعمیری رستوراسیونی برده شده نمود قدیمی قدمجای‌های بزرگ شهر باستانی طرحی دیگر گرفتند. در طول 21 سال استقلالیت در ساحه مموری ها، در ساحه ساختمان شهر و شهرسازی، نگاه داشتن یادگاری ها، مدنیت و عرفان بسیار نابودی ها شد. اینم هیچ کس این کار هم کرده نمیتواند. این یک چشمه نو بنیاد شد که در آینده جوانهایی که نو قدم به حیات میدهند از آن چشمه بهره مند میشوند، از آن چشمه آب می نوشند. در ساحه یادگاری ها میگرفته باشه، من همچون رهبری یکی از مجموعه عالی ترین ازبکستان، یکی از مشهورترین یادگاری دنیا گوییم خطا نمی شود، رگستان بسیار نویگری ها در ورده شد. برابر کارهای آبادانی، تعمیر و ترمیم مدرسه ها در مفکوره فهمانیدن تاریخی یادگاری های دیگر ها بعضا پرده‌پوش و خس‌پوش کرده می‌شوند. برای آن که ما این یادگاری خصوصا رگستان رو آموزیم، دست اول نوشتجات‌های همین مدرسه رو آموخته برآمدیم. یک خوشخبری بسیار خوب امروز پگاهی به من رسید که مجموعه رگستان به خاطر یادگاری‌های عالی‌ترین دنیا در سایت یونسکو داخل کرده شده است. نصیب باشد این مسئله 2013 سال نصیب باشد آن را به خاطر اهرام‌های مصر داشتند. هر یک غشت، هر یک سنگ، هر یک گنبد، هر یک مدرسه، هر یک بنا این با جان برابر است. این زیورق‌های تاریخی اجدادانمون به حساب می‌رود. برای همون دیرکسیای انسامبل رگستان یک 6 سال پیش، 6 سال مقدم نوشتجات‌ها رو آموخت. آن را حاضر با چاپ تیار کردیم با همکاری فوندفور و بسیار خیرخواه عالمان رسپوبلیکا ما. در تاریخ یکمین مرتبه این کتاب به نشر تیار شده. نصیب باشد سال آینده یا همین سال آن به خوانندگان و اخلاصمندان همین مجموعه میرسد. استقلال هویت ازبکستان با شهر ما خصوصا با یادگاری ها با تاریخ ما چی آورد؟ یکمش این که وقتی که پرزیدنتمون اسلام عبدالغنیویچ درباره استقلالیت میگویند، اون کس میگویند که اولا بار خود آدم آزاد شده گشته کار، بعد از همون و انسان با جمعیت و با وطن خود فایده آوردنش ممکن است. برای همون این نعمت رو ما قدر کردگیم ما در کار، از اون استفاده بردگیم ما در کار، ما آزاد شدیم. اکنون باید که از این آزادی بر الله فایده بریم، با جمعیت و انسان ها فایده بیاریم. من همه همشهریان سمرقندیان رو، همه هموطنان رو با عید مبارکی 21 سالگی استقلالیت ازبکستان از تک دل تبریک و تهنیت میگویم. کارهای نیکی که به آنها ابتدا گذاشته‌ایم، اصلاحات واقع مقیاس بنابر دموکراتی کنانی و آزادی کنی جامعه ادامه می‌یابند. سطح نیکوحالی و صفت حیات از حساب افزایش درآمد اهالی، مقدار نفقه، کمک پولی و استیپندی‌ها بهتر می‌گردند. مردم ما با آرزوهای نیک باغ‌ها بنیاد می‌کنند، نسبت آینده فرزندان خود غمخواری می‌نمایند. امروز با جوانانی که در هیچ بابت از هیچ کس کمی ندارند، سرغیرت و نیرومند می باشند، همیشه از پی جستجویند و به پیش حرکت می کنند، تمام درهای امکانیت ها وازند. در ازبکستان محبوب امروز نمایندگان 130 ملت های گوناگون اهلانه عمر به سر برده برابر حقوقانه در پیشرفت حیات مملکت محنت می کنند. زی اقبالت منم شاد ازبکستان، زی آزادی تو آباد ازبکستان. همای بخت استقلال آورد حیات تازه بنیاد ازبکستان. در این بیت های خیلی هم ساده و فهمان و فکر من تمام خلق برد و باخت 21 ساله جمهوریت ازبکستان را که به استقلال رسیده است خوب پی میبرد و شاعر نارمراد کریمزاده نیز به همین معنی بسیار هم ساده و فهمان گفتند که مردم خیلی هم خوبتر و واضحتر فهمند.
و با فکر من استقلال برای آنها معقول نیست، مقبول نیست که خود نیز فکری مستقل ندارند یا خود در سایه یگان خیل قوه، در سایه یگان خیل مفکوره زندگی بسر بردن را نقض میبینند. استقلالیت برای خلق ما پیش از همه آزادی وجدان را داد، آزادی سخن را داد و من که روزنامه‌نگار هستم، با سخن سر و کار دارم و روزنامه ولایتی آواز سمرقند برای خلق امروز در خدمت است. یک چیز را گفتنی هستم که آزادی سخن از همه چیز والا و از همه چیز بالاست که همین نعمت استقلال است. و باز یک چیز دیگر را خودی خلق هم پی میبرد. امروز رسم و آیین احیا شد، رسم و آیین های بسیار اصلی خلق ما احیا شد و آن دین و آیین احیا شد که امروز به هیچ یک دودلگی مردم ما رکن های دین مبین اسلام را که ما نیز مسلمانیم اجرا کرده میتوانند. روزنامه ولایتی آواز سمرقند هم در همان زمان به میدان مطبوعات آمد که علکی شمالکی بسیار هم فارم استقلال وزیده بود و روزنامه آواز سمرقند را به هیچ یک مبالغه هم عصر هم قدم استقلالیت گفتن ممکن است که امروز برای خلق تهجایی سمرقند خدمت میکنند. و اگر از فرصت مناسب استفاده برده من از نام خود، از نام اهل اداره روزنامه ولایتی آواز سمرقند مردم شریف ازبکستان را با عید استقلالیت، با جشن 21مین سالگرد استقلالیت مملکت ازبکستان صمیمانه مبارکباد میگویم. хоси менталитети мардуми мо ин дар ҳамҷоягӣ умр ба сар бурдан дар маҳаллаҳо мебошад. аз ин ро бо сиёсати оқилона ва дурандеши роҳбари давлатамон имрӯз ба маҳаллаҳо ки асоси ҷамъияти моро ташкил медиҳанд ҳуқуқи худидоракуниро додаанд. дар вилояти самарқанд ки наздики 1000 то маҳаллаҳои кӯҳану нав вуҷуд доранд, чун дар дигар ҳудудҳои ҷумҳурӣ ҳуқуқи худидоракунӣ ба онҳо дода шудаанд. инро метавон дар мисоли яке аз маҳаллаҳои шаҳри Самарканд, маҳаллаи Масчиди Нақшин бидид. гузари мо масчиди Нақшин яке аз қадимтарин гузарҳои Самарканд буда дар таърихи маданӣ маърифии шаҳр роли бисёр бузург бозидааст. вана имрӯз дар солҳои мустақиллик, дар солҳои истиқлол гузари мо аз дигар як шукӯҳи нав, аз дигар як ҳаёти нав пайдо карда истодааст. ван дар солҳои охир кӯчаю паскӯчаҳои гузар таъмир карда шуд. вана ин хелин чойхонаҳои нав бунёд шуд. масҷидамо аз дигар қад рост кард ки дар солҳои шӯравӣ ин масҷид сехи як заводе буд ки ин масҷиди бузургро ба хароба гузарондагӣ буд. имрӯз дар маҳаллаи мо аз 100 зиёд оилаҳо зиндагонӣ мекунанд. ин ҳам олимону ҳам косибону ҳам зиёиёну ҳам меҳнаткашону ҳам тадбиркорон, ҳам ёшу ҳам пиру ҳам ҷавон дар ин маҳалла бо ҳамдигар бо як аҳлию бо як иттифоқӣ зиндагонӣ карда истодаанд. иди истиқлоли республикаро ҷашн карда истодаем. як қатор тадбирҳо гузаронидаем, чунки истиқлол ба ҳаёти ҳар як оила, ба ҳаёти ҳар як фуқарои маҳалла роли бузург бозида истодааст. одамон касбу коре ки солҳои аввал машғул буданд, мана дар давоми истиқлол аз дигар имконият пайдо карданд ки бо ин касбу кори падару бобоҳои худ машғул шаванд. 4 кӯчаи калон ба маркази маҳалла оварда мерасонад ва мо ҳоло дар ҳамин гузари пешқадам ва фаъолтарини Самарқанд бо номи Масчиди Нақшин истодаем. истиқоматкунандагон ки зиёда аз 100 хоҷагиро ташкил медиҳанд, ҳама дар пешрафти ҳаёти маданӣ, маърифӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ҷабҳаҳои гуногуни ҷомеа саҳмгузор шуда меоянд. ва яке аз оилаҳои машҳури ҳамин гузар оилаи Муин Турсунқулов мебошанд. аз авлодони уста Умар Ҷурақулов набираашон мешаванд. мана дар паҳлӯи ман нишастанд, дар офаридани ҳамин гуна асарҳои бетакрори ҳунармандӣ саҳмгузор шуда омаданд ва мегӯянд ки аз бобояшон бисёр чизҳоро омӯхтаанд. ҳунар ки ёд гирифтед, ҳунар ҳеҷ вақт ҳунар бой наметед, фарзандонатон ҳамун ҳунар ҳама вақт ҳаст. ин ягон зарар намекунед. бобоям ҳам
بابام هم گفته گشتن که هنردار آدم این بایگری انسان میشود. من سالهای استقلالیت به حیات شما به حیات مثلا اویله شما استا عمر جرقلوف ها با یگان خود نویگری ها شد می بغیر از این کار حاضر همه تدبیر کاری میکند باز یگان کار به دست زدتون می بعد از این کار وقتی همین استقلالیت وقتش من اساسا من خندلاتچی منشور کار میکنم فرزندانم هم خیلی تا پیروزنی هر خیلی کارایی کاندیدریه که گشتیم با پشت همین من پنسیا برآمدم 40 سال 46 سال هم خیلی کار کردم دولت ما یکمین تین شد تینجی کتی من خیلی کارای کرده میتونم با هم صحت سلامتی میطلبم. این صحبت چهره شادروان استا عمر جرقلوف خواننده صنف پنجم مکتب عمومی تعلیم رقمی 17 شهر سمرقند یونس جان موینجانوف با صحبت ما همراه شده گفت که در محفل رسامی تحصیل گرفته آینده میخواهد نام بابا کلان مشهور خود را کار او را دوام دهد. برای این باشد همه درهای امکانیت در دولت صاحب استقلال ما گشاده‌اند. از سالهای اول استقلالیت راهبر دولت ما با دستگیری همه‌جانبه عائله که تکیهگاه معتمد معنویت ملی حفظ اجتماعی آن بلند برداشتن نیکوحالی خلق می باشد اعتبار بزرگ می دهند. سخنان پرزیدنت مملکت تا حیات هست عائله نیز هست تا عائله هست ارزشی بی‌بها فرزندان هستند تا فرزندان هستند انسانیت همیشه و آرزو و آمال‌های نیک زندگی خواهد کرد. تجسمگری یکی از نکته‌های اساسی غایه ملی تربیت نسل نورسی سالم و از هر جهت مکمل به شمار می رود. ما در خاندان یکی از عائله‌های تنج و آسوده زندگی کننده همین گذر نشستیم در خاندان مصطفی آقا عظیموف. مصطفی آقا عظیموف سالهای زیاد در اداره نگهداری ترتیب حقوق سمرقند مان مهنت کرده آمدند. برای تنجی و آسودگی ما زحمت‌های زیاد کشیدند. امروز باشد گشتی نفقه را خورده همراه اولادان فرزندان خود خرسندی‌ها کرده می‌گردند. و در همین سال عائله مستحکم ما می‌خواهیم از مصطفی آقا پرسان شویم که سیر و اسرار مستحکمی عائله در چی است؟ در تنجی سلامتی آسایشتگی اولا بار من وطن ما تنج باشد آدم خودش به تنج باشد دماغش چاق باشد سلامتش نقض باشد کارهای مهنتی نقض کرده گردد فرزنداش که مولتر وقت گذرانی کند تربیه کردنش در کار همین خیلی کارهای نیک کردن در کار بعد مهر ماندن در کار بچه ها دختر بچه می پسر بچه می از خوردش مهر چی گفتگی باشد هم بچه ها کار گفتگیش کردن در کار لازم باشد کارهای دانستگی خودش آدم برای فرزندش گذراندنش در کار یاد دادنش در کار مولتری اکن طاقت کرده اینه برای فرزندی نیک کلان شدگیش یک صبر و طاقت در کار. من همین طور اهل همین خانواده تنجی و آسودگی را در خوشبختی فرزندان میدانند. میگویند که در وطنی آباد زیبا و مستقل همیشه کوشش میکنند که فرزندان بخوانند انسان‌های نیک شوند انسان‌های کامل و عادی شوند. از فرزندان نیکی برای پدر مادرشان خدمت کنند برای وطن خدمت کنند برای تنجی آسایشتگی خدمت کنند حلال باشد یک عمری دوزی نکنند کارهای ناجایز نکنند ازبکستان هم تنج شود فقط خرسندی تنجی آبادی شود توی تماشا شود فیلم همه روز مستقلی ازبکستان کرده تبریک میکنیم ساخ سلامت باشتون عمرتان دراز شود سلامت باشتون آنا جانی من مخیبانی من دادم کلام کدید بیم مکلین کدید شما با احمد ست بتایوی با شرافت اراده و قطعیت مردم که توانست عنعنه و سنت‌های گذشتگان را پایدار نگه دارد پس از استقلالیت وطن آن عنعنه و مراسم و تنتنه‌های صاف ملی مردمی از نو احیا گشته عید کرده می‌شوند و دوام داده. با عائله نوبتی که ما همچون مهمان به خاندانشان آمدیم خاندان شرف دایتی مقیم و مصلحتچی محله می باشند. شرف دایتی برابری کارها در گذر با دختن من همین گونه قراق‌ها مشغول هستند. قراق دوزی که از سالهای مادر کلان آن باباها مانده میراث بودن من از مادرم یاد گرفتم. مادرم هر دایم میگفت که بچه اگر هنر آموزی دنیا خور نمیشوی هنر که یاد میگیری هنرت هم رزقارت آباد میکند هم خودت آباد میشی
هر طرفه مشهور میشی. رسم رسوم ازبک و تاجیک و همین هست که دسترخوانای قراق میکنن، تگی چمیلیق با میشینانن که بسیار شده روان. انا تومالچه نسخه تومالچه میکنن که انا از چشم بعد خدا نگاه داره گفته. انا بادام چه میکنن، نسخه های همین خیلی قراق میکنن که این یک خصلت خیلی عجیب است. مستحکمی عائله رو نشان میدهد. با شرافت مستقلی ازبکستان من همین رضا به خدا رساند. همه آباد شد، همه کسب هنر یاد گرفتیم. من از مادرم یاد گرفتگاهای من هم دوام کردم. من میخواهم که دخترهامم آینده به نبرم. انا 6 نبیره دارم، دامادها کلینایی به معنی دارم. من میخواهم که انا از این ایر آینده به کسب من یاد گیرن و من همینه دوام کنن. این ابدی این کسب میماندگی هنر. البته در آنجا نوشته شده است که بختلی بولین، خوشبخت شوید. هر یک هنردار انسانی که من همین گونه کارها رو میدوزد، انعنه‌های گذشته نیاگان را ادامه میدهد، یک چیز را میخواهد که در خاندان‌های ما همیشه روزهای نیک شوند، تدبیرهای خوشبختی شوند و آنها همه وقت برای ما مردم خدمت نمایند. زیرا میگویند که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. وطن این عائله بزرگی ما است و بگذار آن مستحکم باشد. در ضمیر این سخنان نیت‌های نیک خلقی که به طفیل استقلالیت راه ترقیات خود را انتخاب نموده از هیچ کس کم نمی باشد انعکاس یافته است. گلگل شکوفی وطن بزرگ ما و اقتدار وی از صحتی فرزندان ما، فراوانی خلق، تنجی در ممالک و برقراری دولتمان، رواج جسمانی و معنوی آنها وابسته است. ای وطن من، گلشن زیبا، هستی برایم عزیز و اعلا. هر قدر این وطن آزاد و زیبا گل شکوفان را مدح و ستایش کنیم، تعریفش کنیم کم است. ازبکستان امروز در عرصه بین الخلقی مقام و جای خاصه خود را دارد. این هم از آن دلالت می‌دهد که امروز در وطن آزاد و آباد ما که بخت ما است، به همه جبهه‌ها دقت و اهمیت خاصه داده شده، اصلاحات‌های کلی عظیم دنیاوی گذرانده می‌شود. در همین جا برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی ایدانه شام سمرقند به پایان رسید. بار دیگر ما همه شمایان هموطنان عزیز را با عید استقلالیت محبوب وطن عزیزمان از ته دل تبریک میکنیم. بگذار استقلالیت وطن ما ابدی باشد. خلق ما همیشه به پیش حرکت کنند و به پیش رونده باشند. همیشه موفقیت ها همراهتان باشد. ما میگوییم که وطن مادر تو بر ما مهربانی، وطن مادر تو بر ما مهربانی، مقدس معتبر بهتر زیجانی. تا هفته های آمده ایستاده صحت و سلامت باشید. خیر عزیزان.